به نام خدا، من یک خوشنویس هستم. در سطح استادی دارم کار میکنم. تخصصم این رشته یعنی شکست نستعلیق هستش و اینا رو به سفارش یک دوستی. به نام خدا، من یک خوشنویس هستم. در سطح استادی دارم کار میکنم. تخصصم این رشته است یعنی شکست نستعلیق و این خطایی که میبینید ترکیبی از نستعلیق و شکسته. اینها را به یک از دوستان و یک مؤسسه نوشتم. تلاش میکنم که به بهترین وجه خطها اجرا بشه. رمز موفقیت هر خوشنویس اینه که از استاد بزرگی الگو بگیره، برای رسیدن به قله خوشنویسی تلاش کنه، چون تا زحمت نکشی به هیچ جایی نمیرسید. و من این درس رو هر روز دارم تمرین میکنم، از استادان بزرگی استفاده میکنم و امیدوارم که به اون قله‌ای که مد نظرم هست برسم. با تشکر، خدا نگهدار.